سلام همراه همیشگی کتاب توبا. تو اپیزود قبلی با هم در مورد کلیت کتاب اثر مرکب صحبت کردیم و فهمیدیم که تغییرات کوچیک تو زمان طولانی تأثیر بسزایی دارن. اما امروز میریم سراغ قلب این موضوع، یعنی انتخاب ها. تو این اپیزود قراره با هم درباره این انتخاب ها حرف بزنیم، همون لحظه هایی که فکر میکنی مهم نیستن ولی آینده تو میسازن، اون جاهایی که میگی یه بار که اشکال نداره یا فعلا بی خیال بعدم درستش میکنم، و همین فعلا ها کم کم میشن سبک زندگیمون. میخوایم با هم بررسی کنیم چطور این انتخابات شکل میگیرن، چرا بیشتر آدما حتی متوجهشون نمیشن و چطور میتونیم یه کوچولو فقط یه ذره بهتر انتخاب کنیم. اگه تا اینجا با منی بدون که خیلی خوشحالم. حضورت باعث میشه این مسیر برام واقعی تر و دلگرم کننده تر باشه. خب بریم سراغ اصل موضوع. فکر کن هر روز صبح که بیدار میشی جلو چند انتخاب یا راه کوچیک قرار بگیره. یه لیوان آب بخوری یا اینکه مثلا نری سمت قهوه. با گوشی شروع کنی یا 5 دقیقه ساکت بشینی. قدم بزنی یا مستقیم بری سر کار. اینا چیزایی نیستن که کسی از بیرون ببینه، هیچ کس هم تشویقت نمیکنه، هیچ دوربینی ضبط نمیکنه، اما همینا کم کم تبدیل میشن به عادت. و عادت یعنی پایه و اساس شخصیت و نتیجه‌ای که در آینده میگیریم. داره یه مثال قشنگ داره. 3 نفر رو فرض کن که زندگیشون تقریبا شبیه همه. نفر اول هیچ تغییری توی زندگیش نمیده. نفر دوم روزی فقط 125 کالری کمتر مصرف میکنه. نفر سوم روزی یه آب میوه اضافه میکنه به رژیم غذاییش. 3 تا تصمیم کوچیک اما 3 تا مسیر کاملا متفاوت. 6 ماه اول هیچ فرقی بین این 3 نفر احساس نمیکنی. اما بعد از 18 ماه نفر دوم لاغرتر شده، خوشحالتره، اعتماد به نفسش بیشتر شده و شاید یه ترفیع گرفته باشه. نفر سوم چی؟ کمی چاق‌تر شده، کم انرژی تره و شاید هم از خودش ناراضی تر. همه چی از این لیوان شروع شد. نه رژیم عجیب، نه یه تصمیم انقلابی. این یعنی چی؟ یعنی قدرت انتخاب‌های ریز روزمره. پس از خودت بپرس انتخاب‌های امروز منو دارن به کجا میبرن؟ به چه سمتی دارن منو هدایت میکنن؟ دارن هاردی توی این فصل یه حرف اساسی میزنه، این که اگه میخوای توی هر زمینه از زندگیت به طور واقعی پیشرفت کنی باید مسئولیت کاملش رو بر عهده بگیری. 100%. نه 99، نه 50، فقط 100%. یعنی چی؟ یعنی دیگه دنبال مقصر گشتن تمومه. نه تقصیر خانواده است، نه رئیس، نه دولت، نه شرایط. حتی اگه واقعا شرایط سخت باشه یا بقیه اشتباه کرده باشن، باز هم اینکه تو الان اینجایی و داری چی کار میکنی به خودت بستگی داره. چون تو تصمیم گرفتی، تو انتخاب کردی، تو واکنش نشون دادی. حالا این پذیرش مسئولیت توی زندگی روزمره یعنی چی؟ به عنوان مثال اگه دیر به قرار رسیدی، به جای اینکه بگی ترافیک بود بگو من زودتر را نیفتادم. اگه وزنت بالاه نگو ژنمه، بگو من انتخابای غذاییمو کنترل نکردم. اگه اوضاع مالیت خوب نیست، به جای غر زدن بپرس من چه مهارتی لازمه که یاد بگیرم. قبول دارم سخته ها، اینکه گردن بقیه بندازیم خوب راحت تره، ولی تا وقتی دنبال مقصر در بیرون از خودمون باشیم هیچ تغییری اتفاق نمیفته. فقط وقتی که بگی 100% مسئولش خودم هستم، اون موقع است که قدرت واقعی دست تو میفته. دارن هاردی میگه اگه حواست به این انتخاب‌های کوچیک نباشه، بعد یه مدت میبینی که یه عالمه از این انتخاب‌های به ظاهر بی اهمیت یه کوه بزرگ ساختن و تو رو به جایی رسوندن که شاید اصلا دلت نمیخواست اونجا باشی.
حالا چطور حواسمون به انتخاب هامون باشه؟ دارن هاردی میگه باید آگاه باشیم. باید بدونیم داریم چه انتخاب هایی میکنیم و برای اینکه آگاه باشیم باید ثبتشون کنیم. مثلا بنویس امروز چی خوردی؟ چند وقت توی گوشی بودی؟ چند دقیقه ورزش کردی؟ چقدر پول خرج کردی؟ یا چند صفحه کتاب خوندی؟ ثبت کردن رفتارها و انتخابهای روزانه یه قدرت عجیب غریب بهمون میده. وقتی می‌نویسی چی خوردی، چقدر ورزش کردی، چند ساعت کار مفید انجام دادی، چند ساعت پای گوشی بودی، تازه میفهمی الگوهای رفتاری چطوره. شاید با خودمون بگیم من که خیلی ورزش میکنم، اما وقتی ثبت میکنیم میبینیم هفته‌ای فقط یه بار باشگاه رفتیم. یا فکر کنیم من که اصلا فست فود نمیخورم، اما وقتی یادداشت کنیم میبینیم توی یه هفته 3 بار فست فود خوردیم. دارن هاردی میگه تو نمیتونی چیزی رو تغییر بدی مگه اینکه اول بهش آگاه بشی. حالا این ثبت کردن رفتارها چطور به ما کمک میکنه؟ یکی اینکه باعث میشه همه چیز شفاف بشه. میفهمی کجاها داری خوب عمل میکنی و کجاها نیاز به بهبود داری. 2. وقتی رفتاراتو ثبت میکنی خودتو در قبال این رفتارها مسئول میدونی. این حس مسئولیت پذیری بهت انگیزه میده که بهتر عمل کنی. 3. با ثبت مداوم میتونی الگوهای رفتاریت رو پیدا کنی. مثلا میفهمی که تو روزهای خاصی بیشتر هله هوله خوردی یا تو ساعتهای مشخصی تمرکزت کمتره. 4. دیدن پیشرفت‌های کوچیک روزانه حتی اگه خیلی جزئی باشن یه عالمه انگیزه بهت میده که ادامه بدی. خب اگه تا اینجا همراه من بودی یعنی تو هم دنبال این هستی که زندگی تو آگاهانه تر بسازی. اگه تا اینجا مطالب برات مفید بود لطف کن دکمه سابسکرایب رو بزن که اپیزودهای بعدی رو از دست ندی. حالا چطور شروع کنیم به ثبت کردن رفتارهامون؟ دارن هاردی میگه یه دفترچه بردار و هر روز حتی شده برای چند دقیقه کارهایی که کردی و انتخابهایی که داشتی رو یادداشت کن. دارن میگه هیچ چیزی به عادت تبدیل نمیشه مگه اینکه 3 هفته به طور مداوم اونو انجام بدین. پس به مدت 21 روز رفتارهاتون رو یادداشت کنین. هر چه زودتر شروع به ایجاد تغییرات کوچیک بکنی اثر مرکب با قدرت به نفع شما کار میکنه. این تمرین خیلی ساده است اما اثرش زیاده چون آگاهت میکنه. آگاه که بشی انتخابات دقیق تر میشن. خب امروز با هم دیدیم که تصمیمات کوچیک ما فقط امروز رو نمیسازن، اونا آینده رو شکل میدن. دارن هاردی نمیگه کارهای عجیب بکن، میگه کارهای ساده رو همیشه انجام بده. اپیزود بعدی میخوام در مورد عادت سازی آگاهانه و عادتها حرف بزنیم. تا اون موقع یه عالمه تصمیم خوب، آرامش و استمرار برات آرزو میکنم.